اگه بالای یک ستون یه شیار ضربدری به تراشی و 2 تیر چوبی قفل شدنی رو داخلش جا بدی، تیرها و ستون محکم به هم گیر میکنن و یه چارچوب میسازن که میتونه سقف رو نگه داره و تبدیل بشه به یه خانه. اما بارون ستون رو خیس میکنه و باعث پوسیدگیش میشه. پس به یه ایده میرسی، یه تیر افقی اضافه میکنی و روی اون یه تیر کنسولی سقف قرار میدی تا سقف جلوتر بیاد و بارون از ستونها دور بمونه. اما اگه تیر بیش از حد بیرون بزنه، راحت خم میشه. پس زیرش یه تیر مورب میذاری تا تقویتش کنه. برای عریض‌تر کردن خونه، فاصله بین ستونها رو بیشتر میکنی، اما این باعث میشه تیرهای افقی بلندتر و ضعیف‌تر بشن. باز هم میتونی از تیر مورب استفاده کنی، ولی اینا فضا میگیرن و اتاق رو کم مصرف میکنن. بعد یه ایده دیگه به ذهنت میرسه. قسمت پایین ستون رو عمیق‌تر میتراشی و یه پایه ضربدری داخلش جا میدی. برای استحکام بیشتر، یه تیر دیگه روی اون قرار میدی و اینطوری میتونی دهانه‌های بزرگتری بسازی. اما چون چوب زیادی از بالای ستون برداشته شده، ستون به تنهایی محکم نیست. پس یه زبانه چوبی در بالا میتراشی و یه تیر بزرگتر رو محکم اونجا قفل میکنی. با این چرا سندریته؟ خانه چوبی میخوای جار کنه؟ که در سهمک چجوری چوبار جا بجام نه یا که؟ چی میخوای جار کنه؟ خانه جار میکنه که آدرس با اکمام بهم کمک کنم. برنامه من. خانه جار نمیخوای چی رو میخوای؟ 3 متر زل زده شه.